این طلایی که ما میاریم ما طلای 999 و 9 یعنی بالاترین نوع عیاره. بانک مرکزی این طلا رو میگیره میبره داخلش مس و آهن میزنه تبدیل به عیار 900 میکنه تبدیل به سکهش میکنه. سکه هم میادش با اسنویسی و خواهش و تمنا به دست مردم میده که شما بیان اینو از ما اسنویسی بکنید. بعد قانون هم میذاره تو از سن 18 سالگی به بالا نمیتونی بخری. نمیدونم تو 15 آقا تو پول دادی دست مردم، روی پولت امضای خودت هست و امضای وزیر اقتصاد. اینو که نمیتونی بگی که انگار چک کشیدی دست مردم بعد میگی که آقا تو نیا اینو بخر یا براش محدودیت میذاری. 30% 15% بالاتر قیمت حباب داره. 25% هم دارن از مردم مالیات میگیرن. یعنی هر کسی که داره این طلا رو میخره برمی‌داره میبره اگه یه روزی بخواد بره تو خارج کشور نصف پولش نیست. این باید توی اینجا این حباب ها شکسته بشه و اینا همه فساده. اینها وقتی ما میتونیم طلا رو بیاریم در اختیار مردم با قیمت واقعی بذاریم برای چی نباید این اتفاق بیفته؟ ایشون قانون تفسیر کرده. به محض اینکه طلاها وارد کشور شد خب ما قانونی آوردیم بردیم دادیم در تحویل گمرک. فرداش که رفتیم اونجا اینها رو بگیریم گفتم برید یه روز دیگه بیاد. آقای فرزین یه نامه‌ای رو به قوه قضاییه فرستاد که آقا این نذارید، ما شنیدیم در فضای مجازی ایشون گفته میخواد طلا رو به قیمت واقعی بده، نذارید بیاد تو اینجا. آقا چرا باید